سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوایم قدرت نظامی ایران و اسرائیل رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم اگه جنگ بشه کی میبره. اما قبل از این کار لطفا این ویدیو رو لایک کنید و چنلمون رو سابسکرایب کنید. بخش اول، مقایسه نیروی انسانی. ایران با جمعیت 88 میلیون نفر و 49 میلیون نیروی انسانی آماده به خدمت و 610 هزار نیروی فعال نظامی در مقابل 9 میلیون نفر جمعیت اسرائیل و 3 میلیون نفر جمعیت آماده به خدمت و 170 هزار نیروی فعال نظامی مطمئنا توان بیشتری در زمینه نیروی انسانی دارد. اما اسرائیل با داشتن 465 هزار نیروی ذخیره در مقابل 350 هزار نیروی ذخیره ایران میتواند در مواقع بحرانی قوی‌تر از ایران ظاهر شود. بخش دوم، مقایسه قدرت دفاعی. اسرائیل 24.4 میلیارد دلار بودجه دفاعی دارد که این مبلغ بیشتر از 2 برابر بودجه دفاعی ایران یعنی 10 میلیارد دلار است. این بودجه ها نشان می دهد که باز هم اسرائیل در زمینه دفاعی با تسلیحات پیشرفته تر قوی تر از ایران است. بخش سوم، مقایسه قدرت هوایی. در بخش هوایی ایران دارای 551 فروند هواپیما و 186 جنگنده است، در حالی که اسرائیل 612 هواپیما و 241 جنگنده دارد. تعداد هلیکوپترهای اسرائیل 146 فروند و هلیکوپترهای ایران 129 فروند است. بخش چهارم، مقایسه توان زرهی و زمینی. توان زرهی ایران شامل 1996 تانک و 65765 خودرو زرهی است. اسرائیل با 1370 تانک و 43407 خودروی زرهی در زمینه توان زرهی ضعیفتر از ایران است. اما اسرائیل از تکنولوژی و کیفیت بهتری در بخش زرهی برخوردار است. همچنین ایران 775 واحد پرتابگر موشک دارد، در حالی که اسرائیل 150 واحد از این تجهیزات دارد. بخش پنجم، مقایسه قدرت دریایی. در بخش دریایی ایران با 19 زیردریایی و 7 ناوچه نسبت به اسرائیل که فقط 5 زیردریایی دارد و هیچ ناوچه‌ای ندارد برتری عددی دارد. اما اسرائیل با 45 کشتی گشت‌زنی در مقابل ایران با 21 کشتی گشت‌زنی برتری دارد. بخش ششم، مقایسه فرودگاه‌ها. ایران با 311 فرودگاه در مقابل 42 فرودگاه اسرائیل از زیرساخت‌های هوایی بیشتری برخوردار است که می‌تواند در تحرکات هوایی به نفع ایران باشد. خب، خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. No.